این کوکی سکه‌ای مقوی‌ترین و سالم‌ترین کوکی دنیاست و کاملا رژیمیه. اول 12 عدد خرما رو با هسته و نصف لیوان آب جوش میذارم تا له بشه. 1 فنجان جوی 2 سرپرک با 1 لیوان شیر به مدت 5 دقیقه میذارم رو حرارت. بعد 5 دقیقه خرما که له شد، جوی 2 سر رو با گوشت‌کوب له میکنم و خرما رو هم از توی صافی رد میکنم. اگه صافی درشت نداریم با دقت دونه و پوستش رو با دست جدا کنین. مقداری زنجفیل، دارچین، بیکینگ پودر و 1 قاشق کنجد و 2 قاشق روغن کنجد میریزم. اگر نداشتین کره آب شده بریزین. من توی ماسوره ریختم موادو، اگه نداشتین از مشمع استفاده کنین. هر طرف کوکی رو به مدت 5 دقیقه بذارین روی تابه کاملا داغ شده. این کوکی بسیار مقویه، برای ورزشکاران و کسانی که رژیم دارن توصیه میشه. نوش جان.